دوستان عزیز و گرامی سلام، امیدوارم که حال شما خوب باشه. این دومین قسمت از مجموعه برنامه هایی است که در ارتباط با مسئله نظارت استصوابی دارم تهیه میکنم. عرض شود که برنامه امروز اختصاص خواهد داشت به اصل 99 قانون اساسی که همونطور که در برنامه سابق عرض کردم اصلی است که در واقع حق نظارت رو در ارتباط با انتخابات‌های مختلف به شورای نگهبان میده. عرض شود که من در ویدیوی گذشته که امیدوارم اون ویدیو رو پیش از این ویدیو تماشا بکنید اشاره کردم به یک تاریخچه ای از شورای نگهبان، از شورای نگهبان و مشخصاً مسئله نظارت و نظارت استصوابی و رسیدیم به اصل 110. مذاکراتی که در چارچوب اصل 110 انجام شد. همونطور که من عرض کردم در اصل 110 3 بند هست که در هر 3 بند بحث هایی شد در خبرگان قانون اساسی، در واقع اون نهادی که حکم مجلس مؤسسان رو داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی رو در سال 1358 نوشت. در 3 بند اون بحث هایی شد که ارتباط مستقیم داره به مسئله نظارت استصوابی، که البته در اون زمان از کلمه نظارت استصوابی استفاده نمیشد، ولی به هر حال این ایده 2 مرحله‌ای شدن انتخابات در چارچوب اصل 110 مطرح شد در زمینه انتخابات ریاست جمهوری. یکی از اون بندهای اصل 110 که اصل 110 هم اصلی است که در مورد اختیارات و وظایف رهبر هستش. یکی از اون بندهای اصل 110 بندی بود که مربوط به فرماندهی کل قوا بود و ما دیدیم که یک سری بحث‌هایی در اونجا مطرح شد در مورد اینکه به هر حال فرماندهی کل قوا در دست رئیس جمهور باشه یا در دست رهبر باشه و غیره. در چارچوب اون بحث‌ها یه وقتا می‌دیدیم که بحث‌ها کشیده می‌شد به مسئله اینکه خب اصلا رئیس جمهور چجوری قراره کاندید بشه، کی اون رو قراره کاندید بکنه، آیا هر کسی میتونه کاندید بشه، نقش رهبر یا ولایت فقیه در این مسئله چیه. همچنین در قسمت عزل رئیس جمهور که فکر می‌کنم بند 10 همون اصل 110 باشه اشاره شد به این موضوع. و یک بند دیگه هم بود که من هنوز در موردش صحبت نکردم، اون هم بند 9 اصل 110 هستش. در بند 9 اصل 110 که بند تنفیذ هست و اجازه تنفیذ رو به رهبری میده، در اون بند نه تنها بحث‌های گسترده و مفصلی شد در ارتباط با این مسئله 2 مرحله‌ای کردن انتخابات، بلکه اصلا تو خود قانون اساسی هم اومد اینکه شورای نگهبان بایستی که این اختیار رو داشته باشه که داوطلبان ریاست جمهوری رو بتونه که تایید بکنه و این در خود قانون اساسی هم همطور که عرض کردم اومد. اون بند رو من در ویدیوی آینده در موردش صحبت میکنم. بحث امروز رو دوست دارم بگذارم صرفاً بر روی همون اصل 99، اون اصلی که در واقع میگه که شورای نگهبان حق نظارت داره بر انتخابات‌های مختلف. ولی دوست دارم پیش از اون که من به اون اصل برسم یک اشاره کلی داشته باشم در ارتباط با به هر حال ادعایی که مطرح شده و میشه توسط دوستان اصلاح طلب در ارتباط با اینکه این نظارت استصوابی هیچ وقت منظور نبوده و واضعان قانون اساسی در سال 58 صرفاً همونطور که در ویدیوی قبل عرض کردم در نظر داشتن که این حق نظارتی رو به شورای نگهبان بدن برای اینکه جلوگیری بکنن از تقلب و تخلف در مرحله اخذ رأی و یا شاید حتی در مرحله شمارش آرا. ولی فکر این که کسی بیا تایید بکنه، رد صلاحیت بکنه فلان، اینها در فکر در واقع مؤسسین نظام واضعان قانون اساسی نبوده. این ادعایی است که مطرح شد. من حتی 2-3 نمونه از افرادی که این ادعا رو مطرح کردن رو نام بردم در دفعه پیش و خوندم موضعشون رو. یکی آقای منتظری بودن، یکی آقای محمد رشیدیان، یکی آقای
موسوی اردبیلی، اینها در سالهای بعد گفتن که ما قصد 2 مرحله‌ای کردن انتخابات رو نداشتیم، همچین چیزی منظور نبوده. بعد من نشون دادم صحبت‌های خود این افراد رو در سال 58، صحبت‌هایی که به هر حال در چهارچوب اصل 110 بیان شد و ما می‌دیدیم که حداقل در ارتباط با مسئله ریاست جمهوری نه تنها همچین چیزی رو منظورشون بود، بلکه مسائل بسیار رادیکالتری در ذهن این افراد بود. همین افرادی که در سالهای بعد این ادعا رو کردن در سال 58، همونطوری که نشون دادم، حالا فکر نمی‌کنم لزومی باشه دوباره همونها رو بخونم در این ویدیو، ولی در سال 58 به وضوح دیدیم بدون هیچ برو برگردی به مشخص‌ترین وجه ممکن دیدیم که هم جناب آقای منتظری، هم آقای محمد رشیدیان و هم آقای موسوی اردبیلی و افراد دیگه ای از جمله فکر می‌کنم اشاره کردم با آقای طاهری اصفهانی که ایشون هم اصلاح طلب بودن، افراد بسیاری اومدن و درخواست اینو داشتن که اصلا رهبر لیست بده، یعنی انتخابات 2 مرحله‌ای باشه، به این معنی که اول رهبر یک لیستی بده یا شورای رهبری فوقش یه لیستی بده، بعد مردم حالا از توی اون لیست انتخاب بکنن. دو نمونه از این صحبت رو از طرف آقای منتظری من در ویدیویی گذشته خدمتتون خوندم. بعضیا که حتی در فکر مسائل رادیکال تری هم بودن، مثل آقای حجتی کرمانی که فرمودن اصلا خود آقای خمینی بیان و رئیس جمهور بشن، و همین آقای حجتی کرمانی همچنین فرمودن که ایشون گفتن که از مراجع تاییدیه بگیره کسی که مثلا میخواد نامزد ریاست جمهوری بشه. به هر حال واقعیت امر اینه که نمیشه گفت که همچین چیزی اصلا منظور نبوده، چون ما به وضوح میبینیم در مشروع مذاکرات قانون اساسی هم هست. عرض شود که من میخوام اشاره بکنم به یک سری از ادعاهای دیگه‌ای که مطرح شده توسط دوستان اصلاح طلب. اولا برای اینکه بدونین من ادعاهای دوستان اصلاح طلب رو اولا به زعم قبول خوندم، برای رد کردن نخوندم، و آشنا باشین با این ادعاها. حالا بعد در موقع اگه موضع خودم رو گفته باشم هر دو طرف رو شما شنیده باشید، موضع دوستان اصلاح طلب رو هم بدونید. من میتونم شروع بکنم با قبل از اینکه به اصل 99 برسم که موضوع بحث امروز ما خواهد بود. من شروع میکنم با یک تعداد از ادعاهایی که مطرح شده در ارتباط با این موضوع. مثلا در انتخابات گذشته، انتخابات آقای رئیسی در سال 2021، در اون زمان همونطوری که میدونید عده‌ای به نوعی امتناع ورزیدن از شرکت در انتخابات. حالا اسمش رو می‌خوایم تحریم بگذاریم نگذاریم هر چی که بود، یه عده‌ای امتناع ورزیدن، به طوری که وقتی که آقای رئیسی انتخاب شدن و به هر حال رتبه اول رو در انتخابات سال 2021 انتخابات ریاست جمهوری کسب کردن، در اون زمان اعتدالگرایان و اصلاح طلبان در واقع سبدشون رو یکی کرده بودن و روی یک کاندیدا به توافق رسیده بودن و اون هم آقای همتی بود. و آقای همتی با وجود اینکه طرفداری 2 جناح رو داشتن، نتونستن حتی رتبه دوم کسب بکنن، رتبه سوم هم نه، رتبه 4م رو در عمل کسب کردن. رتبه دوم یعنی بیشترین تعداد رأی در انتخابات سال 21 بعد از آقای رئیسی به یک فرد واقعی نرفت، بلکه به آراء باطله رفت. یعنی آراء باطله هم پیروز شد بر آقای محسن رضایی که مقام سوم بودن و هم بر آقای همتی. و خب این به نوعی میشه گفت شاید تحریم انتخابات بود، ولی شاید تحریم هم من تاکید ندارم براش، چون تحریم یک کلمه‌ایه که یک بار خاصی داره. معمولا تحریم وقتی که یک کاندید شناخته شده وجود داشته باشه و مردم پشت میکنن به اون کاندید، ولی وقتی که به هر حال کاندید خیلی شناخته شده نیست، نمیدونم آیا بجا باشه از واژه تحریم استفاده کرد یا نه، ولی به هر حال اون چیزی که واضحه اینه که مقام دوم رو در انتخابات گذشته آراء باطله کسب کرد. و یکی از افرادی که در واقع انتخابات گذشته رو به اون انتخابات پشت کردن و حالا بازم میگم اسمش رو تحریم بگذاریم، اسمش رو بگذاریم امتناع ورزیدن از شرکت در انتخابات، جناب آقای مهندس میرحسین موسوی بودن.
نقل شد از ایشون در سایت کلمه، یک چیزی از ایشون نقل شد که من این رو خدمتتون عرض میکنم. ایشون فرمودن، این مورخ 12 ژوئن 2021، ایشون فرمودن بنده به عنوان یک همراه کوچک در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابات‌های تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمده‌اند و تسلیم تصمیمات پشت پرده، دزدکی و پنهانی نمی‌شوند. در صورت تداوم بدعت نظارت استصوابی، عنوان جمهوری اسلامی در زمانی نه چندان دور بی‌معنا خواهد شد. کلیدواژه‌ای که دوست دارم بهش دقت بکنین در فرمایشات جناب آقای میرحسین موسوی، کلمه بدعته. یعنی ایشون از نظارت استصوابی به عنوان یک بدعت یاد کردن و بدعت طبیعتا میدونید یک چیزی است که جدیده، یک کاری است که قبلا انجام نشده بود و حالا از یک مقطعی به بعد انجامش شروع میشه، یعنی در ابتدا منظور نبوده. و جالب اینه که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری ایشون فرمودن و در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی واقعا صراحت داره در ارتباط با نقش شورای نگهبان پیش از انتخابات که در واقع نظارت استصوابی است. من اصل 110 بند 9 خدمت شما میخونم. اصل 110 بند 9 میگه امضای حکم، همونطور که عرض کردم اصل تنفیذه، میگه که امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. و جالبه که من خیلی کنجکاو بوده و هستم که بدونم تفسیر جناب آقای موسوی از این اصل چیه، چون به هر حال یک صراحتی هست در این اصل. و خود آقای موسوی هم در دورانی که نخست وزیر بودن، نخست وزیر آقای خامنه ای بودن، در هر دو انتخابات آقای خامنه ای، چه در انتخابات اولشون و چه در انتخابات دومشون، شورای نگهبان رد صلاحیت میکرد حتی در پیش از آقای خامنه ای در انتخاباتی که بعد از انفجار بعد از انفجار حزب جمهوری اسلامی اتفاق افتاد و آقای رجایی به هر حال انتخاب شدن در مرداد سال 60 اگر اشتباه نکنم، در اون هم شورای نگهبان حتی در واقع تایید و رد صلاحیت کرد. و خیلی کنجکاوم به هر حال به چه علت آقای میرحسین موسوی میفرمایند که در این بدعته، یه چیزی است که سابقه نداشته. طبیعتا اشارهشون هم به تفسیر سال 1370 شورای نگهبان که گفتش که این نظارت، دفعه پیش این رو خوندم، این بار هم فکر می‌کنم لازم باشه بخونم، تفسیر سال 1370 که گفته نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. ولی به هر حال حتی بدون اون تفسیر و حتی بدون در نظر گرفتن هیچ چیز دیگه، به خود قانون اساسی اگر ما رجوع بکنیم می‌بینیم که صراحت کامل هست در قانون اساسی در ارتباط با اینکه نهاد شورای نگهبان از این حق برخورداره که رد صلاحیت بکنه یا تایید بکنه داوطلبان در واقع ریاست جمهوری رو. در یک زمانی بود که منتقدین نظارت استصوابی، البته وقتی من میگم منتقدین، همیشه منتقد داشته نظارت استصوابی حتی از جناح‌های مختلف، ولی معمولا انتقادات به این صورت نبوده که در قدیم اول به این صورت نبود که اصلا غیر قانونی اول تا آخر این نظارت استصوابی. معمولا انتقادات به این صورت بود که چرا حالا زیاده روی میکنن. ولی خب دوستان اصلاح طلب در یک مقطعی اومدن گفتن که اصلا این غیر قانونیه، این تفسیر غیر قانونیه، به خاطر اینم که علتش هم این بود که اولین قربانی این مسئله بودن در واقع به صورت گسترده، میگم قبل هم انجام شده بود ولی در مجلس چهارم در واقع مجمع روحانیون مبارز بسیار افراد زیادی درش در واقع محروم شدن از انتخابات و حالا دلایل
اون هم به هر حال مجمع روحانیون مبارز که اصلاح طلبان بعدی باشن، در واقع قربانیان اولیش بودن به صورت گسترده. باز هم میگم سابقه داشت ولی به صورت گسترده در مجلس قربانیای اولش مجمع روحانیون بودن. و در سالهای بعد به خصوص در دوران اصلاحات ما زیاد میشنیدیم که به هر حال بزرگان اصلاحات میگفتن که بله اصلا این نظارت استصوابی کلش غیر قانونی. در سالهای بعد که صابون شورای نگهبان به اعتدالگرایان و بعضاً به اصولگرایان هم خورد، اونها هم به صف منتقدین پیوستن، بعضی از اونها، و این رو به هر حال غیر قانونی دونستن و تفسیر به رأی دونستن این تفسیر رو که شورای نگهبان انجام داده. و تا اونجا که حتی از اصولگرایان میدونیم آقای احمدی نژاد هم این رو غیر قانونی میدونن امروز. عرض شود حضورتون که من قبل از اینکه سراغ اصل 99 برم و ببینیم که به هر حال در سال 58 چه صحبت‌هایی شد در چارچوب اصل 99 که یادآوری میکنم اصلی است که در واقع میگه شورای نگهبان نظارت داره بر انتخابات‌های مختلف. پیش از این که من به اون اصل برسم دوست دارم که یکی دو مورد دیگه اشاره بکنم که آشنا باشید با، یا اگرم آشنا هستین یه یادآوری بشه در ارتباط با نوع انتقاداتی که از این مسئله نظارت استصوابی میشه در ارتباط با قانونی بودن یا نبودنش، یا در واقع در ارتباط با قانونی نبودنش. آقای ابراهیم یزدی، من یک صحبتی از ایشون دیدم که این رو پیاده کردم روی کاغذ. این صحبت رو تاریخ نداره ولی از اونجایی که ایشون در صحبتاشون میفرمایند که در انتخابات مجلس هفتم رد صلاحیت شدن، حدس من اینه که این صحبت طبیعتاً مال سال 2000 حدود 2004 یا بعد از 2004. ایشون فرمودن، این فرمایشات ایشون رو من میخونم، ایشون فرمودن ما با این نظارت استصوابی مخالفیم. با نظارت استصوابی در یک مراحلی، اون هم اون چیزی که قانون میگه، در فرایند انتخابات، یعنی وقتی دولت میخواد انتخابات انجام بده، تجربه تاریخی در ایران ما این است که دولت دخالت میکنه، صندوقا رو عوض میکنه. زمان شاه به ارتش صورت میدادن، اینا بعد انتخاب شن. خب بعد اومدن در اون مذاکرات مجلسی که این قانون رو تصویب کرد، بخونید اومده برای اینکه جلوی دخالت دولت و مقامات اجرایی گرفته بشه که در آراء مردم دخالت نکنن، صندوقا رو عوض نکنن، گفتن شورای نگهبان در فرایند انتخابات نظارت بکنه. حالا شورای نگهبان اومده تفسیر جدید من درآوردی از خودش درست کرده، نه اونا حق ندارن. خب نکات بسیاری هست در اینجا و از اتفاق این نمونه خوبی است، چون تقریبا تمام انتقاداتی که از این فرایند میشید معمولا به نوعی چیزهایی است که جناب آقای مرحوم ابراهیم یزدی هم در اینجا فرمودن. ایشون میگن که اون هم در ابتدا میفرمایند که اون هم اون چیزی که قانون میگه در فرایند انتخابات. خب منظورشون اینه که مرحله نخست انتخابات نه، همطور که عرض کردم در ویدیوی قبل، هر انتخاباتی 3 مرحله داره. مرحله اینکه نام‌نویسیه و اینکه چه افرادی به اسمشون بر روی کاغذ رأی میاد، مرحله دومش مرحله اخذ رأی، مرحله سومش هم مرحله شمارش آراست. ایشون وقتی میگن که در فرایند انتخابات، منظورشون اینه که در مرحله اخذ رأی یا شاید هم حتی مرحله شمارش آرا، این دیگه شامل مرحله اولی نباید بشه. ایشون میگن که اون چیزی که قانون میگه در فرایند انتخابات. خب کدوم قانون اینو میگه؟ کدوم قانون اینو میگه؟ اصل 110 رو که فکر می‌کنم الان براتون خوندم، همچین چیزی نمیگه. بند 9ش اصل عرض شود که 99 هم همچین چیزی نمیگه، 118 هم همچین چیزی نمیگه که در فرایند انتخابات بایستی که فقط این نظارت میتونه انجام بشه. قانون انتخابات رو هم اگر میخواین بدونین، چه قبل از این که کلمه استصوابی بهش اضافه بشه، انتخابات مجلس، حدسم اینه که ایشون دارن در ارتباط با انتخابات مجلس صحبت میکنن. اگر که منظورشون قانون انتخابات مجلسه، که قانون انتخابات مجلس ماده 3 در زمانی که ایشون صحبت میکردن این بود: نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان می باشد. این نظارت استصوابی عام
و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. حالا قبل از سال 1995 این کلمه استصوابی هم درش نبوده، ولی حتی پیش از اون هم اشاره داشت به تمامی مراحل انتخابات. من همینو بدون کلمه استصوابی میخونم: نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان میباشد. این نظارت عام و در تمامی مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است. خب من فکر نمی کنم اشاره جناب آقای ابراهیم یزدی به این قانون انتخابات هم باشه. من فکر می کنم به احتمال زیاد اینطور من حدس میزنم که اشاره ایشون به اصل 99 باشه که از اتفاق موضوع بحث امروز ما هست و این شاید مقدمه خوبی باشه که ما به هر حال مرور بکنیم ببینیم که منظور واضحانه قانون اساسی از در واقع نظارت شورای نگهبان چی بوده یا چی نبوده و آیا اینطوری که ایشون میگن در اون مذاکرات خب بعد اومدن در اون مذاکرات مجلسی که این قانون رو تصویب کرده بخوانید اومده. خب ما خوندیم قسمت 110 رو که خوندیم نیومده بود، عکسش اومده بود، کاملا عکسش اومده بود. اگه منظورشون اصل 99 من در صحبت‌هایی که در ارتباط با اصل 99 میکنم خواهیم دید که اولا در زمانی که اصل 99 مطرح شد در خبرگان قانون اساسی اصلا انتخابات مجلس توش نبود، بعداً اضافه شد، در سال 58 اضافه شد و تصویب هم شد. ولی در روزی که یه صحبت کوتاهی در ارتباط با از شب حضورتون مسئله اصل 99 انجام شد، اصلا فقط محدود بود این مذاکرات به مسئله انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم، اصلا انتخابات مجلس درش نبود. و این اشاره‌ای هم که ایشون میکنن که برای جلوگیری از دخالت و اینها، اون رو هم واقعا نه اینکه حالا در نظر نبوده باشه، ولی اصل صحبت‌ها چیز دیگه‌ای بود. دغدغه‌ای که ما می‌بینیم در اصل 99 این بوده اولا که همه صحبت در تقریبا 90% در مورد رفراندوم بود. بعد هم در مورد همون رفراندوم صحبت از نوعی نظارت استصوابی میشد کاملا و دغدغه اصلی این بود که ما چیکار بکنیم که تضمین بکنیم شرعی بودن این قضیه رو. به هر حال رفراندوم هم نوعی تقنین، نوعی قانونگذاری. ما چیکار کنیم که رئیس جمهور یا مجلس نیاد شورای نگهبان رو دور بزنه، مثلا خواست فلان لایحه‌ای رو که میدونه که از صافی شورای نگهبان نمیگذره بگذرونه، اینو چیکار کنیم که صاف نره سراغ مردم و صاف از مردم رأی نگیره و این وسط شورای نگهبان هم حتی هیچ مورد سوال قرار نگیره قبل و بعدش. دغدغه این بود. حالا من با جزئیات بیشتری خدمتتون عرض خواهم کرد این رو. به هر حال این فرمایش به نظر من چندان صحیح نیست. میرسیم با یک صحبتی هم من از جناب آقای کروبی میخونم و یک چیز کوتاهی هم از جناب آقای منتظری، بعد حالا میریم سراغ اصل 99. آقای کروبی این هم جالبه، اینو من عرض بکنم که آقای کروبی یک صحبت بسیار طولانی دارن در ارتباط با این مسئله نظارت استصوابی که من نمیدونم این سخنرانی بوده که بعداً پیاده شده یا این که عرض به حضورتون که یا مقاله بوده. یک جاهایش لحن خودمونی، من حدس میزنم که سخنرانیه، یک جاهایش رسمی تره، من فکر میکنم که مقاله بوده. مطمئن نیستم، متاسفانه تا اونجا که یادم میاد حتی تاریخ نداشت. این رو در کتاب نظارت استصوابی که تحکیم وحدت چاپ کرده بود و از اتفاق من فوق العاده پیشنهاد میکنم، چون یک مجموعه بسیار خوبی است از به حال مقالاتی که در این زمینه تهیه شده، در اونجا آمده بود. اون چیزی که جالبه اینه که در صحبت‌های جناب آقای کروبی اشاره‌ای به اصل 110 نمیشه، اصلا انگار وجود نداره. و نه فقط در صحبت‌های جناب آقای کروبی، کلا در صحبت‌های اصلاح طلب‌ها اشاره، اگر هم اشاره‌ای بشه به اصل 110 واقعا نادره. شما به قدری مقاله نوشته شده در ارتباط با نظارت استصوابی و انتقادهایی که از اون هست، چه انتقادهای قانونی چه غیره، شما میتونید یک طبقه یک کتابخونه رو با مقالات و سخنرانی‌ها و غیره پر بکنید، اما میتونید ببینید که اشاره به اصل 110 خیلی محدوده و همیشه محدود میشه این صحبت‌ها به اصل 99 که اون هم علت داره، چون که حالا بهش میرسیم. عرض شود که آقای کروبی در فکر می‌کنم همون مقاله باشه، حالا یا اونه یا یک صحبت دیگه‌ای که ایشون در جای دیگه دارن، ایشون فرمودن که در زمان شاه یه تجربه تلخی برای نیروهای انقلابی کشور وجود داشت و آن دخالت دربار و ساواک در انتخابات بود.
حالا اینم از اتفاق جالبه که حالا این نیروهای انقلابی در اون زمان این که حالا در انتخابات تخلف میشد مثلا براشون یک تجربه تلخی بود. آیا اینها خیلی اهل رأی دادن بودن؟ آیا خیلی اهل این بودن که اختلافات سیاسی از طریق در واقع وزن کشی در باسکول انتخابات حل و فصل بشه، یا اینکه اصلا کل نظام رو طاغوتی و دست نشونده و غیره میدونستن؟ بیشتر اون چیزی که در نظر داشتن زیر رو کردن نظام بود و به حال جمع کردن به قول خودشون بساط طاغوت، و حالا مارکسیست‌ها یه اسم دیگه ای میذاشتن براش. ولی به هر حال خیلی فکر نمی‌کنم نیروهایی که انقلابی بودن در بند از این رو به عنوان تجربه تلخ میدونستن. ولی حالا کاری نداریم. ایشون فرمودن آقای کروبی که از این رو قانونگذاران پس از انقلاب هنگام تدوین قانون اساسی برای اینکه قوه مجریه در انتخابات اعمال نفوذ نکرده و رئیس جمهورهای آینده مجلس فرمایشی درست نکنند، گفتن برای انتخابات ناظر بگذاریم تا از هر گونه انحرافی جلوگیری بشه. چنان که در مشروع مذاکرات خبرگان اول برای تدوین قانون اساسی وجود دارد، بحث‌های مختلفی در این زمینه صورت گرفت. خب اولا که همونطور که گفتم، اگه ما واقعا داریم به مشروع مذاکرات قانون اساسی اشاره میکنیم، به مشخصا در ارتباط به اصل 99 اشاره میکنیم که اصلا صحبت از انتخابات مجلس در مذاکرات نه. پیشنهاد شد، یکی آقای آیت همونطور که خواهید دید، یکی هم آقای محمد رشیدیان پیشنهاد میدن که مجلس هم به حال جزو نهادهای قرار داده بشه که شورای نگهبان براشون نظارت داره. ولی صحبت اصلا در مورد انتخابات مجلس نبود و اشاره به تقلب هم واقعا تک و توک بود. گفتم دغدغه در اون زمان چیز دیگه ای بود. یک مورد دیگه هم از اتفاق گفتم 2 مورد، ولی بذارین یک مورد دیگه هم بخونم که چون گفتم که بعضی از اعتدالگرایان هم اخیراً پیوستن به جزء منتقدین این امر و اون رو نظارت استثبابی رو کلاً غیر قانونی میدونن و باور دارن که کار شورای نگهبان اجرا نیست و نبایستی که به نحو استثبابی کسی رو مورد تایید و رد صلاحیت قرار بده، فقط باعث یافته‌های خودش رو در دست نهاد اجرایی یعنی قوه مجریه یعنی وزارت کشور یا هیئت‌های اجرایی قرار بده و هیئت‌های نظارتی شورای نگهبان خودشون نتونن که حق اجرا ندارن، یعنی فقط حق نظارت دارن. در انتخابات سال 2016 که انتخابات مجلس و خبرگان انجام شد در اسفند اون سال، پیش از اون آقای همون انتخاباتی است که از اتفاق بحث‌های مربوط به شورای نگهبان خیلی بالا گرفت و اون صحبت‌های معروف آقای هاشمی رفسنجانی در 12 بهمن اون سال در فرودگاه مهرآباد انجام شد که در واقع سالگرد ورود آقای خمینی بود. ایشون در فرودگاه مهرآباد گفتن که به شورای نگهبان گفتن که شما خودتون صلاحیتتون از کجا آوردین، کی شما رو در اونجا قرار داده و اینها. که اینم جالب بود چون خود آقای هاشمی اولا که انتخاباتی که به نحو گسترده درش نظارت استثبابی صورت گرفت در زمان ایشون بود. اولین انتخابات که در زمان ریاست جمهوری ایشون به نحو گسترده انجام شد از میان دوره مجلس سوم اگر بگذاریم، انتخابات مجلس چهارم اولین انتخاباتی بود که درش به حال یک رد صلاحیت گسترده ای انجام شد و آقای از اتفاق هاشمی در اون موقع رئیس جمهور بودن. تا اونجا که من میدونم انتقادی از این مسئله به صورت علنی نکردن، گرچه که خاطراتشون حاکی از اینه که در پشت پرده سعی میکردن که یک عده مذاکراتی رو انجام بدن که یه عده بیشتری تایید صلاحیت بشن. میشد به خاطرات ایشون در سال 1171 رجوع بکنید. عرض شود که در همون انتخابات پیش از این در تابستون قبلش آقای روحانی یک نکته رو فرمودن که این هم یه مقدار جنجالی شد. ایشون فرمودن که شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است. دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمیتواند کار دست را بکند. نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند. باید به قانون اساسی کاملا توجه کرده و عمل کنیم. حالا من قانون اساسی رو از اتفاق مورد توجه قرار دادم هم در ویدیوی قبلی که به حال دیدین که واضحان قانون اساسی با چه صراحتی اومدن گفتن که میخوایم انتخابات 2 مرحله‌ای باشه و حالا در
در این ویدیو در چارچوب اصل 99 یه توضیحاتی خواهم داد. این صحبت‌های جناب آقای روحانی یادمه که خیلی بحث انگیز شد، افراد مختلفی واکنش نشون دادن، مثلا آقای محمد یزدی که در اون زمان فکر می‌کنم رئیس خبرگان بودن، ایشون فرمودن که نقش شورای نگهبان در انتخابات تماشا نیست و از لحظه نامنویسی تا اعلام نتایج انجام می‌شود. آقای محمد حسینی هم وزیر سابق ارشاد گفتن که شورای نگهبان هم چشم دارد و هم برای انجام کاری دست دارد. آقای کدخدایی هم سخنگوی شورای نگهبان، فکر در اون موقع بودن یا نبودن نمیدونم، ولی به هر حال ایشون سخنگوی شورای نگهبان بودن، در یه مقطعی گفتن که مسئولانی که ذهن مردم را نسبت به شورای نگهبان منحرف میکنن فراموش نکنن که خودشان از فیلتر این شورا عبور کردن. یه واکنش دیگه هم میخونم و بعد میریم سراغ اون است. آقای خامنه ای که فکر کنم تندترین واکنش از طرف، تندترین که نه ولی به هر حال شاید مهمترین واکنش از طرف ایشون بود. ایشون گفتن که شورای نگهبان چشم بینای نظام در انتخابات است و در همه دنیا چنین نهادی با اسمها و عناوین متفاوت وجود دارد. نظارت شورای نگهبان در انتخابات استثوابی و مؤثر است. و حالا ادامه داره. عرض شود حضورتون که پس اصلا صحبت سر همینه، صحبت سر اینه که در واقع شورای نگهبان آیا فقط چشمه یا دست هم داره؟ آیا فقط نقشش نظارت همونطور با توضیحاتی که دفعه پیش خدمتتون عرض کردم استطلاعیه، یعنی فقط بایستی اطلاع پیدا بکنه، یعنی که نه استثوابیه، یعنی حق تصویب داره؟ عرض شود که من یک مورد دیگه از آقای آیت الله منتظری میخونم و میریم سراغ مذاکراتی که انجام شد در ارتباط با این است. جناب آقای منتظری فرمودن که این نمیدونم تاریخش رو ننوشتم ولی فکر میکنم طبیعی است که سال بعد از انقلابه که این حرف رو زدن، شاید 20 سال نمیدونم. ایشون فرمودن که تصویب کنندگان اصل 99 که یکی از آنها خود من هستم هیچگاه هنگام تصویب این اصل این گونه نظارت استثوابی که مبنای عمل آقایان می باشد در نظر نداشتیم. با مراجعه به صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی قانون اساسی جلد 2 صفحه 965 راجع به این اصل و تصویب آن در جلد 3 صفحه 1762 روشن می‌گردد که نظارت استثوابی هیچگاه مطرح نبوده و کسی هم آن را مد نظر نداشته و این تفسیر نسبت به این اصل 100% تفسیر به رأی میباشد. ایشون البته خیلی واژگان رو با دقت انتخاب میکنن. همیشه میگن که به جای اینکه بگن که به هر حال تصویب کنندگان یا مثلا واضحان قانون اساسی هیچ موقع در فکر نظارت استثوابی نبودن، همیشه میگن که در هنگام تصویب این اصل. چون اگر بگن که هیچ وقت در فکر نظارت استثوابی نبودن، کسی میاد میگه پس صحبت‌های خودتون چی؟ این همه که خودتون گفتین که رهبر بایستی لیست بده یا کسان دیگه که بعضا همجناحی شدن به حال با شما در سالهای بعد، این همه افرادی که گفتن اصلا رهبر لیست بده، شورای نگهبان که هیچی، اونها چی؟ پس همچین چیزی منظور، اگر بگیم که منظور نبوده که اشتباهه، ولی به هر حال ایشون محدود میکنن به بحث و به چارچوب اصل 99 که در هنگام این اصل منظور نبوده. خب اصلا من به شما نشون خواهم داد که در هنگام این اصل اصلا صحبتی به اون صورت در مورد انتخابات نشد. تا اونجایی که صحبتی شد در ارتباط با رفراندوم بود. این یک جوری ما رو ارجاع میدن به یک چیزی که وجود نداره و یک چیزی در واقع حکم نخودسیا رو داره، ما رو پی نخودسیا میفرستن، ولی همین نخودسیا رو من برای شما خواهم خوند. در حال ایشون دو رفرنس میدن، دو ارجاع میدن. یکیش جلد 2 صفحه 965 که بعد میرسم. دومیش رو من وقتی که دیدم خوشحال شدم در ابتدا، چون باورم نمیشد و هنوزم نمیشه. هنوزم ممکنه فکر کنم یه جایی دارم اشتباه میکنم که کل مذاکراتی که در ارتباط با اصل 99 انجام شده اول و وسط و آخرش همین 5-6 صفحه است. خب من چیز دیگری ندیدم در قانون اساسی. من خیلی خوشحال شدم. من فکر کردم یه قسمت چون این همیشه میگن در مذاکرات اصل 99 مثلا فلان و فلان، من این پیدا نمی‌کردم، اینو در حداقل در این 5-6 صفحه پیدا نمی‌کردم هیچ وقت. عرض شود که سریع رفتم گشتم دیدم جلد 3 صفحه 1762 دیدم که اونجا که هیچ چیز نیست. در صفحه 3 جلد 3 صفحه 1762 فقط تصویبه. این تصویب این اصل هم با یک قیام و قعود تموم میشه. یعنی اصل رو میخونن
و تصویب میشه. هیچی تو اینجا نیست. تا اونجایی که ما میتونیم که اینسایتی داشته باشیم، میتونیم بفهمیم که در واقع نظر تدوین کنندگان قانون اساسی چی بوده در ارتباط با این مسئله، تنها در ارتباط با اصل 99 تنها ما همین 5-6 صفحه رو در دست داریم. خب پس حالا میریم سراغ همین 5-6 صفحه. برای چی اینقدر کوتاه؟ برای چی اینقدر کمه؟ برای چی خب میدونید چند هزار صفحه است این مذاکرات خبرگان قانون اساسی، چند هزار، 3 جلده و یه راهنما. چرا مثلا یه وقتی یه اصلی بود میبینید مثلا 140 صفحه در موردش بحث میشه؟ خب چرا یه اصل به این اهمیت، به این درجه از اهمیت فقط همین 5-6 صفحه است در موردش؟ این هم علت داره. علتش از این قراره که روند کار این بود که یه پیشنویسی وجود داشت که ما اون رو به عنوان پیشنویس حبیبی یا پیشنویس آقای حبیبی میشناسیم. این پیشنویسی بود که به حال پیش از تدوین قانون اساسی نوشته شده بود و حالا یک ماجراهایی داشت که چرا اون به رفراندوم گذاشته نشد و غیره. این پیشنویس ببخشید مبنای کار قرار گرفت، به این معنی که اصولی که در پیشنویس قانون اساسی بود اینها می اومدن در صحنه علنی خبرگان مطرح می شدن، نظراتی در موردشون داده می شد، یا تصویب می شدن یا تصویب نمی شدن یا برمیگشتن به کمیسیون ها. و روند کار این بود که این پیشنویس اصولی که قرار بود که از اون بیاد و به رأی گذاشته بشه میرفت به یک سری کمیسیون هایی و بعد بسیاری مواقع به یک کمیسیون مشترکی و بعد خوب که صیقل میخورد در اون کمیسیون ها و در اون کمیسیون مشترک میومد در صحنه علنی مطرح میشد و در صحنه علنی مورد بحث قرار میگرفت و بعضا بیشتر صیقل میخورد، تغییراتی درش جزئی یا مفصل درش انجام میشد یا همونجا تصویب میشد یا برمیگشت. در مورد اصل 99 از اتفاق یکی از معدود اصول قانون اساسی است که اون چیزی که در صحن علنی خبرگان انجام شد، اون چیزی که در صحن علنی خبرگان به بحث گذاشته شد در سال 58 هیچ فرقی نداشت با اون چیزی که در پیشنویس قانون اساسی بود. یه کاغذی من دستم گرفتم الان، 2 طرف داره، نمیدونم خوب دیده بشه یا نه. یه طرفش از اصل پیشنهادی، یعنی اصل پیشنهادی 99 که اون موقع حالا شمارش یه چیز دیگه بود، یه طرف دیگه‌ش هم هست اصل 99 در پیشنویس قانون اساسی که اون هم حالا شمارش یه چیز دیگه بود. اون چیزی که جالبه اینه که یک ویرگول با هم دیگه فرق ندارن پشت جلوی این صفحه. یعنی همین که در پیشنویس قانون اساسی بود کلمه به کلمه عیناً بدون حتی جا انداختن یک نقطه، یک ویرگول، دقیقاً همون میاد و مطرح میشه در واقع. و از اتفاق اشکال هم سر همین بود. اشکال اساسی این بود که یک اصل نپخته‌ای میاد در مجلس مطرح میشه و از همون ابتدا به ساکن یه ابهاماتی، یعنی به صفحه دوم که ما میرسیم اشکالاتش مشخص میشه و ابهاماتش مشخص میشه و بحث نیمه کاره گذاشته میشه. خب تنها به یک بخش از بحث رسیدگی میشه، اون هم تازه نصف نیمه، اون هم رفراندومه و هنوز اون بحث اصلا به جایی نرسیده. یه نفری به اسم آقای حسینی هاشمی پیشنهاد میده که آقا اینو برگردونیم کمیسیون. نایب رئیس که آقای بهشتی بودن و در واقع در عمل ریاست این جلسه رو بر عهده داشتن، ایشون میگن که این جمله‌شون رو برای شما میخونم: اصولاً پیداست که در مورد این اصل نکات متعددی وجود دارد که باید با بحث کاملتر در جلسه مشترک گروه‌ها مجدداً تنظیم شود، زیرا این اصل در گروه مشترک مورد بررسی قرار نگرفته است. بنابراین رسیدگی به این اصل را موکول به بعد از رسیدگی گروه مشترک میکنم و دوستانی که دو نوبت گرفتن فلان فلان فلان، آقایی به اسم ربانی املشی میگن که، امیدوارم اسمشون رو درست تلفظ بکنم، ایشون میگن که این از سرراسته. بعد آقای بهشتی میگن که خیر، سرراست نیست و نکات مبهمی وجود دارد و همچنین در جلسه گروه مشترک هم رویش بحث نشده. خب ببینید، اون چیزی که همیشه بهش استناد میکنن دوستان اصلاح طلب، بحثی که اصلا صورت نگرفته.
خب این یه بحثی است که اصلا اینها اومدن یه چیزی رو مطرح بکنن در اونجا به محض طرحش. حالا 5 صفحه چقدر میشه؟ مثلا چند دقیقه میشه؟ فکر کنم نیم ساعت بشه، مثلا فوق 40 دقیقه بشه، نمیدونم تعداد دقایقشو. فکر میکنم روی یوتیوب باشه بخش اعظمی از این مذاکرات که اون هم متوجه شدم یه بخشایش نیست متاسفانه روی یوتیوب، یه بخشایشو زدن، بخشای مهمیش هم زدن، ولی کاری نداریم. به هر حد من اینه که چقدر مثلا 5 6 صفحه میشه، چقدر میشه؟ مثلا فرق نیم ساعت 40 دقیقه همچین چیزی. کل بحثی که انجام گرفت همین بود. خب بعد این اصل به کمیسیون‌های خصوصی میره یا کمیسیون محرمانه میره یا هر اتفاقی میفته ما نمیدونیم، برمیگرده و به محض طرح تصویب میشه با یک قیام و قعود، هیچ بحثی هم در موردش صورت نمیگیره. حالا من میخوام برای اینکه شما در جریان تمام ریزکاری این مسئله این اصل باشین، میخوام تقریبا پاراگراف به پاراگراف با شما مرور بکنم که کل بحثی که در ارتباط با اصل 99 شد چی بود در اون جلسه. من اول اصل رو برای شما میخونم که این اصل 99 اون موقع شمارش 82 بود. ایشون اصل میگه که، ببخشید یک ثانیه، اصل میگه که شورای این اصل یک صدری داره و یک ذیلی داره که این صدر و ذیلش هم مثلا به هم نمیخوردن و اصلا اشکال ماجرا هم سر همین این بود که مثلا چه ربطی داره این صدر و ذیل این اصل به هم دیگه. من صدرشو برای شما میخونم، قسمت بالاشو میخونم. شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آراء عمومی تو پرانتز رفراندوم را نیز بر عهده دارد. خب این که سرراست دیگه، در واقع میگه شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم رو برش نظارت داره. قسمت پایینش میگه که ذیل اصل میگه که درخواست مراجعه به آراء عمومی باید از طرف رئیس جمهور یا 2/3 از نمایندگان مجلس شورای ملی باشد و برای اجرا به شورای نگهبان تسلیم شود. این در واقع میگه که اون نهادی که میتونه درخواست رفراندوم بده یا رئیس جمهور یا شود که مجلسه و بعد اینو بسی برای اجرا به شورای نگهبان ارائه بکنن که این برای اجرا ارائه بکنن هم خودش خب خیلی بحث دیگه. برای چی اصلا برای میگه شورای نگهبان که به هر حال اختیاراتش تمام در قسمت قوه مقننه قانون اساسی اومده و اینها هم داشتن در مورد اون اختیارات صحبت میکردن، برای چی اصلا برای اجرا میگه شورای نگهبان؟ اصلا نهاد اجراییه که تو قانون اساسی نوشته شده بود که برای اجرا این رو بایستی بدن به شورای نگهبان. یک توضیحی آقای نایب رئیس که آقای بهشتی باشن ارائه میدن که این توضیح معمولا خیلی مورد پسند دوستان اصلاح طلب هست. من دیدم که به این یک صفحه اول این مذاکرات خیلی رجوع داده میشه، اما صفحات بعدشون معمولا کاری ندارن. این صفحه اولش نکاتی درش گفته میشه که ظاهرا مؤید فرمایشاتی است یا ادعاهایی است که دوستان اصلاح طلب دارن، ولی به صفحه 2-3 که میرسیم به شما قول میدم که اینطور نخواهد بود. این قسمت اولش توضیحاتی که آقای بهشتی دادن این بود. توضیحش این است که ما مسئله‌ای داریم به عنوان همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی شبیه همه پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و به طور مستقیم است، در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت یا رئیس جمهور قبلی نباشد، بلکه یک مقام مقننه‌ای، یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرایی و دور از حب و بغض‌هایی است که در اجرا پیدا می‌شود، او هم بر این قسمت نظارت کند. برای اینکه این مقام مشخص بشود، در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسب‌ترین آن همین شورای نگهبان است. و بعد ایشون می‌فرمایند که حالا شاید شورای رهبری هم خوب باشه، ولی احتمالاً در شأن شورای رهبری نیست که وارد یه همچین قضایایی شود. ولی خود همین توضیح هم که ایشون دادن یه سری ابهاماتی وجود داره درش دیگه. اولا که برای چی ایشون میفرمایند که خب انتخابات ریاست جمهوری هم یه شباهتی به همه پرسی داره، به خاطر اینکه به وسیله عموم مردمه و به طور مستقیم. خب انتخابات‌های دیگه هم همینجوره، انتخابات مجلس هم از طرف عموم مردمه و مردم هم بدون واسطه به کاندیداهاشون رأی میدن. حالا مثلا اگر انتخاب رهبری بود میگفتیم که خب این با واسطه است، ولی اگر داریم در مورد صحبت میکنیم در مورد انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم، خب مجلس و خبرگان، مجلس شورای اسلامی و خبرگان هم همینجورن. یعنی برای چی استثناء قائل شدن؟ فقط این دوتا چرا جدا شده؟
بعد عرض شود که آقایی به اسم رحمانی به همون اشکالی که اشاره کردم اشاره میکنن که آقا این اجراست یا نظارته. ایشون میگن که در اول اصل نوشته شده شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و مراجعه به آرای عمومی، و بعد در آخر نوشته شده برای اجرا به شورای نگهبان تسلیم میشود. بعد میگن که این خب ابهامی داره. آقای ربانی شیرازی هم میگن اول باید توضیح داده شود که مراد کدام است، اجرا یا نظارت. آقای بهشتی میگن نظارته. خب یعنی میگن اجرا نیست، در واقع نظارته. ولی این نظارت هست رو ما نبایستی خیلی با تاکید بخونیم، چون حالا در صفحه دوم به بعد میبینیم که نظر واقعی ایشون چیه. بعد چون آقای رحمانی وقتی که میپرسن اجرا به عهده کیست، این هم باید معلوم شود و الا ابهام دارن. آقای بهشتی میگن که حالا ما ناچار این مسائل رو از هم باز کنیم. سوال اینه، حالا من سوالش نقل به مفهوم میکنم که وقتتون زیاد گرفته نشه. سوالی که ایشون میگن که وجود داره اینه که تقاضای رفراندوم باید به دولت داده بشه یا به شورای نگهبان. بعد ایشون وقتی که این سوال مطرح کردن خودشون میفرمایند که در اینکه مجری دستگاه دولت هست بحثی نیست. شورای نگهبان هم نمیتواند مستقیما دستوری به دستگاه اجرا بدهد، بنابراین اجرا باید بر عهده رئیس جمهور یا دولت باشد. از طرف دیگر ما میبینیم که وارد یک نوع تفسیری میشیم که به نظر من نظارت استثبابی است. ایشون میگن که از طرف دیگر ما اینطور میتوانیم بگوییم که اگر تقاضای همه پرسی را خود رئیس جمهور کرده است، ما اینجا گفتیم خود رئیس جمهور حتی اگر تقاضای همه پرسی را دارد باید به شورای نگهبان بفرستد. یعنی شورای نگهبان باید تایید کند که تقاضای رئیس جمهور بجاست. حالا آقای آیت هم میگن که همچین چیزی ننوشته، آقای بهشتی میگن حالا نگران نباش عبارتش رو پیدا میکنیم. ولی دقت فرمودین آقای بهشتی در واقع گفتن که هنوز صحبت در مورد رفراندوم ها، صحبت در مورد انتخابات ها اینا نیست، کمان که در بقیه این صحبت ها هم صحبتی در مورد رفراندوم، در مورد انتخابات یا نیست یا به ندرته. دقت فرمودین آقای بهشتی در ارتباط با رفراندوم گفتن که اگر یه اصلی میخواد پیشنهاد بشه برای رفراندوم از طرف رئیس جمهور، این اصل اول بایستی بره به شورای نگهبان، در شورای نگهبان مورد تعیین قرار بگیره و بعد این امر انجام بشه. خب ببینید با وجودی که ما در مورد انتخابات مختلف و اینا هنوز صحبت نکردیم، میتونیم حداقل ببینیم که تفسیر آقای بهشتی از نظارت در ارتباط با رفراندوم چی بوده. عرض شود که بعد حالا سوالی مطرح میشه که خودشون مطرح میکنن که آیا شورای نگهبان بایستی در مورد بزنید بخونم اگر این خلاصه سوال بزن کلمه به کلمه نخونم که وقتتون گرفته نشه. ایشون در واقع میگن که آیا شورای نگهبان بایستی در مورد به مورد بودن رفراندوم اظهار نظر بکنه یا نه. اگر که باید بکنه اینو باید بذاریم، اگر نه شاید اون قسمت زیر رو حذف بکنیم. آقای دکتر باهنر که بعداً نخست وزیر شدن، ایشون میگن که این حق رو باید بدهیم برای اینکه آنها پاسدار قانون اساسی هستند و خودشان باید نظر بدهند که آیا این صحیح هست در آن دخالت بشود یا صحیح نیست که در آن دخالت بشود. خب پس می‌بینیم حتی آقای باهنر هم موافق بودن که یه همچین حقی بایستی شورای نگهبان داشته باشه. علتی هم که میگن جالبه، علتش اینه که اینها پاسدار قانون اساسی هستن. شاید شما صحبتایی که من در ویدیوی قبل از آقای موسوی تبریزی خوندم رو به خاطر داشته باشین که به هر حال در چارچوب اصل 91 قانون اساسی برای چی داره شورای نگهبان اصلا به وجود میاد. شورای نگهبان هدفش تضمین به هر حال شرعی بودن نظام، تضمین اینه که با مطابقت داشته باشه همه چیز با قانون اساسی. و کلا ما باید اینجا در نظر بگیریم که این رو میتونستن بر دوش هر نهادی بذارن، چرا این نهاد رو انتخاب کردن. به هر حال میبینیم که نظر آقای باهنر هم همینه. به هر حال به نوعی دارن صحبت از در چارچوب رفراندوم دارن صحبت از نظارت استصوابی میکنن. یه صحبت طولانی بعدش آقای بهشتی میکنن در مورد اینکه رفراندوم میتونه در مورد مسائلی که به قانون اساسی مربوط نیستن باشه. یک مثال میارن، مثلا در مرز ارتش و چکسلواکی یک دونه راکتور هسته‌ای بود، نمیدونم در مورد این رفراندوم گذاشتن، حالا نتیجهشو کار ندارم. میبینیم تا اینجا هیچ بحثی در مورد تقلب صورت نگرفته هنوزها.
خب بحثی که داره اینجا انجام میشه اینه که شورای نگهبان در ارتباط با رفراندوم قبل از اینکه اصلا مردم بخوان انتخاب بکنن، رأی بدن، رأی ندن، بایستی تایید بکنن یا تایید نکنن. خب آقای ربانی املشی میان میگن که در جواب صحبت‌های آقای رئیسی میگن که رفراندوم بله مربوط به قانون اساسی نباشد، ولی این جهت باید بررسی شود که این رفراندوم مطابق قانون اساسی هست، مخالفتی دارد یا ندارد و با شرع مخالفتی دارد یا ندارد، باید بررسی شود. خب ببینید دغدغه ایشون هم تقلب این حرفا نیست. دغدغه اصلی ایشون اینه که انطباق این مسئله با شرعیات و غیر است. آقای تهرانی هم میگن که برای تایید و اجرا، نمیدونم منظورشون از تایید و اجرا چیه، شاید منظورشون هست مرحله انتخاباته. آقای مکارم شیرازی که معمولا همونطور که در ویدیوی قبلی دیدین مواضع نسبتاً معتدل‌تری داشتن نسبت به بقیه در خبرگان قانون اساسی در سال 58، ایشون گفتن که این نکته رو اشاره کنید که آیا رفراندوم مطابق قانون اساسی هست؟ خب آقای بهشتی میان یک صحبتی میکنن که به نظر من دیگه جای بحثی نمیذاره در موردی که ایشون به هر حال نظارتی رو که برای شورای نگهبان در چارچوب این موضوع اصلا هنوز به انتخابات نرسیدن، صحبت رفراندوم هیچ وقت نمیرسن، در مورد رفراندوم داشته نظارتی که شورای نگهبان در مورد رفراندوم داره استثبابیه یا نه. به نظر من صحبتایی که از ایشون برای شما خواهم خوند جای شکی نمیگذاره که نظر ایشون هم این بوده که شورای نگهبان نظرش استثبابی باشه. ایشون میگن که یک مسئله در اینجا هست که توجه به آن لازم است و آن این است که شیوه قانونگذاری تا اینجا مجلسی بود. ما الان میخوایم بگیم در مواردی از آن شیوه به یک شیوه دیگر که رفراندوم باشد عدول شود. مشخصه دیگه، ایشون در واقع میگن که تا حالا مجلس قانون میگذاشته، این قوانین مجلس هم یه فرایندی داشته دیگه، بعد میرفته مثلا به شورای نگهبان و تایید میکرد و غیره. بعد ایشون میگن که تا اینجاش روش قانونگذاری این بوده، مجلسی بوده. بعد میفرمایند که بنابراین چندان نابجا به نظر نمیرسد، چون ما که نمیخوایم بگوییم همه جا حق رفراندوم هست. بنابراین اظهار نظر درباره این استثنایی که به شیوه قانونگذاری میخورد بالاخره از حقوق یک کسی باید باشد و مناسب ترین آن همین شورای نگهبان است. خب اینم دوباره فکر نمی‌کنم جای شکی بذاره دیگه. ایشون مشخصا میگن که شورای نگهبانه که در مورد این استثنایی که در قانون اساسی هست بایستی اظهار نظر بکنه و مناسب ترین نهاد برای این امر همینه. بعد آقای دکتر آیت میان در واقع پیشنهاد میدن که مجلس هم اضافه بشه، انتخابات مجلس هم در اینجا اضافه بشه و میگن که این من معتقدم یا آن هم زیر نظر شورای نگهبان یا دیوان عالی کشور یا مرجع دیگری باشد که قوه مجریه نباشد. خب ما میبینیم در اینجا آقای آیت در واقع پیشنهاد میکنن که مجلس هم اضافه بشه. این صحبتی که همیشه دوستان اصلاح طلب میکنن رو من هیچ جا پیدا نکردم هنوز که گفته شده که اینا نشسته بودن صحبت کردن که خب ما کیو مرجع قرار بدیم، مثلا ناظر قرار بدیم، شورای نگهبان باشه، این باشه، اون باشه. اونو من ندیدم. تنها موردی که دیدم همین بوده که آقای آیت گفتن که آقا این کافی نیستش که فقط انتخابات ریاست جمهوری رفراندوم رو گذاشتین اینجا، مجلس هم به هر حال بایستی اضافه بشه. و از اتفاق یکی از معدود رفرانس‌های خیلی مبهمه که شاید به انتخابات هم مربوط بشه، چون ایشون گفتن یکی از اشکالات ما همیشه انتخابات خود مجلس بوده است که زیر نظر قوه مجریه بوده و مداخله میکرده، که این شاید یه اشاره‌ای به هر حال شاید که نه حتما یک اشاره‌ای به تقلب و تخلف هست و این یکی از معدود موارد. و به هر حال آقای آیت اینو پیشنهاد کردن. ولی یادتون باشه آقای آیت آتیششون از همه تندتر بود در شورای در خبرگان قانون اساسی، همینطور که تا چند خط بعد خواهید دید حتی در مورد نظارت مربوط به رفراندوم، نظارتی که ایشون پیشنهاد کردن استصوابی اندر استصوابی بود. خلاصه عرض شود که آقای حجتی کرمانی هم حرف ایشون رو تایید میکنن. بعد آقای آیت میان شروع میکنن، میگن که اولا موارد رفراندوم حتما باید در قانون اساسی پیش بینی شود که در چه مواردی میشود رفراندوم کرد. خب یعنی اصلا قانون اساسی اول بگه که این نباشه که هر رئیس جمهور هر چیزی که خواست بتونه بذاره به رفراندوم یا مجلس هر چیزی رو خواست بذاره به رفراندوم. از قبل قانون اساسی باید مشخص بکنه چه مواردی اصلا این کارو میشه کرد. بعد حالا اشاره میکنن به
در واقع کاری که مرحوم مصدق کرد، رفراندومی که در ارتباط با مجلس 17 هم برگزار شد و اشاره همچنین میکنن به رفراندومی که محمد رضا شاه برگزار کرد در سال 41 و میگن که در قانون اساسی اینا پیش بینی نشده بود و همون موقع سر و صدا ایجاد کرد. بعد حالا ایشون پیشنهادی که میدن اینه، میگن که به هر صورت باید موارد رفراندوم حتما تعیین شود و بعد هم اینجا جالبه موافقت شورای نگهبان و حتی به نظر من موافقت شورای رهبری هم لازم است. ببینید استصوابی اندر استصوابی. خب آقای آیت میگن که یک چیزی میخواد، مثلا یه رئیس جمهوری کسی میخواد یا مجلس میخواد یک چیزی رو به رفراندوم بگذاره، بعضی بره مجلس، بعد بره شورای بازنگری بایستی تایید بکنه، بعد تازه بره شورای رهبری هم تایید بکنه، بعد تازه مردم رأی بدن. خب نظر آقای آیت، نظر واقعیشون رو ما در مورد انتخابات حالا اینجا بیان نکردم، ولی در ارتباط با مسئله رفراندوم اینه. اگه در مورد رفراندوم اینه، ببینید نظرشون در مورد انتخابات چی می بود اگر بحثش شده بود در اینجا که نشد و گفتم این بحث زود تموم میشه. عرض شود که حالا آقای اشراقی میگن که نمیشه این گذاشت، آقای آیت میگن میشه. بعد آقای موسوی تبریزی ایشون هم میگن که اصلاح طلب هستن، ایشون هم میگن که شورای نگهبان هم مطابق قانون اساسی باید بر اجرای این شیوه قانونی نظارت داشته باشه. بسیار عالی. حالا یا آقای هم به اسم بشارت میگن که شورای رهبری هم این اجازه رو داشته باشه که در واقع تقاضای رفراندوم بده. میبینید همه صحبت اصلا در مورد رفراندومه. خب اینی که همیشه میگن برین مذاکرات رو بخونین ببینین که اینها برای تقلب میخواستن این کار جلوگیری از تقلب اینها، نه اینکه در ذهن وازان قانون اساسی نبوده، ولی اینکه هی رفرنس بدین به این اصل 99 مذاکراتی که در چارچوب اصل 99 انجام گرفت، مذاکرات که همش در مورد رفراندوم هم که همشون گفتن آقا استصوابیه. حالا کلمه استصوابی رو نگفتم ولی گفتن شورای نگهبان باید تایید بکنه. خب بعد آقای رشیدیان هم خیلی فرد جالبی است. من در ویدیوی قبلی اشاره کردم که ایشون چه سخنرانی پرتب و تابی داشتن در مجلس که گفتن که آره هیچ وقت منظور ما این نبوده که انتخابات نمیدونم 2 مرحله‌ای بشه، این بشه اون بشه. دیدین من برای شما صحبت‌های خود آقای رشیدیان نماینده اصلاح طلب رو خوندم در زمانی که در سال 58 در خبرگان قانون اساسی بودن. دیدین که در همون ویدیوی قبل ایشون با چه وضوحی گفتن اصلا شما فکر عزل نباشین، فکر نصب باشین، فکرشو بکن. رهبر بایستی فهرست بده به حرف نمیدونم مارکسیستا و لنینیستا و فلان اینا گوش، رهبر رو بزنید چیز بکن، لیست بده مردم از اون لیست انتخاب بکن. این حرفی بود که ایشون در اون زمان زده بودن. حالا در همون ویدیو یه صحبت دیگه ای هم کردن که جالبه. من بذارید این صحبت ها همونطور که در ویدیوی قبل گفتم، حدسم اینه که این صحبت ها رو ایشون در مجلس 6 انجام دادن، یعنی میشه 20 خورده سال بعد از این سال 58. ایشون گفتن که اما من محمد رشیدیان نماینده آبادان در پیشگاه خداوند متعال همانطور که سوگند خوردیم سوگند میخورم والله العلی العظیم. اینا وقتی هم که سوگند میخورن مطمئن باشین دارن درست میگن، مطمئن باشین دارن راستشو میگن. سوگند میخورم والله العلی العظیم، همینطور که گفته شد چندین روز مجلس خبرگان به این نکته توجه داشت. شما دیدین همچین چیزی؟ چندین روز حداقل خود مذاکرات که نیم ساعت هم فکر می‌کنم باشه، نیم ساعت فوق 45 دقیقه. حالا شاید ایشون دارن به کمیسیون‌های خصوصی اشاره می‌کنن، نمیدونم، ولی میگن چندین روز مجلس خبرگان به این نکته توجه داشت و داشت بررسی می‌کرد. خیلی در جلسات محرمانه بعد جلسه علنی، چون اول مسائل در جلسات محرمانه بررسی می‌شد، خوب که پخته می‌شد به جلسه علنی می‌آوردن. بعد این از خیلی پخته شد، میگه ویرگول فرقی نداشت پیشنویس قانون اساسی با اون چیزی که در صحن خبرگان مطرح شد. اگه یه اصل بود تو تمام این قانون اساسی که یه ویرگول فرقی نداشت همین بود. خب در زمان طرح بعدن حالا تغییراتی درش دادن، ولی این
خلاصه اون چیزی که مطرح شد که خدمتتون عرض کردم همون بود که تو پیشنویس بودش. ایشون بعد میفهمن که مرحوم آیت الله بهشتی، آیت الله منتظری و سایر بزرگان مجلس داشتن فکر می‌کردن همانطور که ایشان گفت، یعنی ایشان گفت منظورشون آقای کروبی، حق کسی تضییع نشه، دخالت‌های دولت‌ها و وزرای کشور در آینده دخالت نکنن و مسائل قانونی رو لوث نکنن و تفسیر به رأی نکنن. در این فکر بودن که این نظارت بر انتخابات زیر نظر چه ارگانی باشد، چه دستگاهی باشد. خب توی این مذاکرات شما همچین چیزی دیدین تا حالا؟ من الان چند دقیقه است دارم برای شما این مذاکرات رو می‌خوام، همچین چیزی شما دیدین که تو صحبت می‌کنن تحت چه ارگانی باشه یا اصلا در چارچوب اختیارات مجلس مطرح شده؟ این اصلا در چارچوب اختیارات میگم مجلس انتخابات شورای نگهبان مطرح شده. اصلا از اول صحبت این بوده که شورای نگهبان باشه. حالا 2 نفر اینجا پیشنهاد دادن، یکی آقای آیت، یکم حالا میرسیم خود آقای رشیدیان پیشنهاد دادن که انتخابات مجلس هم ناظر شورای نگهبان باشه، ولی صحبت این نبوده. حداقل میگم شاید یه چیزی باشه یک جایی که من ندیدم، امیدوارم اگه دوستان دارن اینو برای من بفرستن که یکی گفته باشه این نهاد، یکی گفته باشه اون نهاد. نه، از اول اصلا صحبت شورای نگهبان بوده. ایشون میگن اول گفتن شورای عالی قضایی، رئیس دادگستری، حتی مجلس شورای اسلامی، هیچ کدوم مورد پسند مجلس خبرگان واقع نشد و حتی اکثریت نسبی به اصطلاح همینجوری استمزاجی هم رأی نیاورد. خب کجا اینا میگم ایشون شاید دارن در مورد مسائل کمیسیون های خصوصی یک چیزی میگن، ولی فکر نمی کنم، چون ایشون میگن خوب که پخته شد آوردن در مجلس و من فکر نمی کنم در مورد مسائل کمیسیون های خصوصی صحبت میکنن. ولی اون چیزی که مسلمه اینه که تو صحنه علنی که همچین چیزی نبود. اون چیزی که ما در دست داریم همین، اول و وسط و آخرش همچین چیزی نبود. بعد هم میگن که حتی اکثریت نسبی به اصطلاح همین جوری استمزاجی هم رأی نیاورد. این کی رأی گیری گرفته شد ما ندیدیم؟ تو مشروع خبرگان که نیستش که. در مورد اصل 99 من برای شما خوندم، نیمه کاره رها شد، اصلا هنوز بحث در مورد رفراندوم هم تمام نشده بود، رها شد، برگشت به کمیسیون‌های خصوصی. این یعنی چی؟ استمزاجی هم رأی نیاورد. اصلا مگه به رأی گذاشته، مگه به رأی استمزاجی گذاشته شد؟ خیلی از اصول قانون اساسی بودن که به صورت استمزاجی به رأی گذاشته می‌شدن که ببینیم حالا چند تا رأی داره، ولی این اصلا به رأی گذاشته نشد. نمیدونم، ایشون که خودشون اونجا بودن تعجب میکنم که این صحبتو کردن. ایشون میگن که بعد آمدن هی گشتند، اینم که من پیشنهاد دادم زیر نظر شورای نگهبان معنیش این نبود که من منحصر به فرد بودم. بعد همه تو مجلس میزنن زیر خنده. ایشون میگن که استغفار نمیکنم، میزنن زیر خنده چون که ایشون در واقع دارن میگن که خودم بودم که پیشنهاد کردم، که این هم زیاد البته درست نیست. ایشون اولا که آقای آیت هم پیشنهاد داده بودن، ایشون پیشنهادی که آقای رشیدیان میدن این بود. من یک متنی نوشتم که مجلس شورای ملی هم این صحبتایی که آقای رشیدیان دارن در سال 1158 در ارتباط با اصل 99 در خبرگان قانون اساسی، من یک متنی نوشتم که مجلس شورای ملی هم زیر نظر شورای نگهبان باشد. حال متنی که نوشتم اینه: شورای نگهبان نظارت بر انتخاب رئیس جمهور و انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آراء عمومی و اجرای آن را بر عهده دارد و میتواند پیشنهاد رفراندوم از طرف مجلس شورای ملی و ریاست جمهوری را تایید یا رد نماید. خب اینم که شده استثبابی، که اگه شورای نگهبان میتونه در مورد رفراندوم تایید و رد صلاحیت بکنه، پس شما یه نقش نظارتی در هم نظارتی که استثبابیه و هم مربوط به مرحله ابتدایی انتخابات میشه براش قائلین دیگه. خب میشه استثبابی که. بعد حالا آقای به اسم آقای عرب میان یه پیشنهادی میدن، یه سوالی میکنن که به نظرم سوال خیلی دقیقی نیست. سوال میکنن که آقا اومدیم مثلا مجلس درخواست نکرد یا مثلا رئیس جمهور درخواست نظارت نکرد، اون موقع چی میشه؟ که سوال خیلی دقیقی نیست، چون قرار نیستش که مثلا مجلس یا مثلا رئیس جمهور درخواست نظارت بکنه. عرض شود که آقای بهشتی ولی یک جوابی میدن که حالا ذهنیت آقای بهشتی هم در مورد این اصل اگه تا اینجا هر گونه ابهامی بود، من فکر کنم اینجا مشخص میشه. آقای بهشتی میفرمایند که نظارت خیر، اجرا در سطر اول نظارت است و در زیر اصل نه نظارت میتوانیم بنویسیم نه اجرا، بلکه باید تایید بنویسیم. زیرا همانطور که به ذهن شما رسیده است نظارت معنی ندارد و در 2 سطر آخر نظارت نمیتواند باشد و اینجا هم نظارت نداریم. خب ایشون در واقع میگن تایید.
همونطوری که خودشون قبلا گفته بودن اگه یه چیزی قراره که به رفراندوم گذاشته بشه باید مورد تایید شورای نگهبان باشه. خب یعنی چی؟ یعنی شورای نگهبان در مرحله ابتدایی اجازه در واقع نظارت استصوابی داشته باشه. عرض شود حضورتون که یه سری صحبت‌های حاشیه‌ای اینجا وجود داره. آقای مکارم شیرازی میگن من 3 تا سوال دارم. سوال اولشون خیلی سوال خوبیه، میگن که آقا صدر این اسب و ذیلش چه تناسبی با هم دیگه داره. بعد عرض شود که سوال دومشون اینه که آیا شورای نگهبان میتونه تقاضای رفراندوم بده. قسمت سومین چیزی که میگن سوال نیست، در واقع یک بیان یک موضعیه. ایشون میگن که حتی قوانینی که از مجلس نگذشته است، یعنی اگر قانونی هم در رفراندوم تصویب شود باز هم باید به نظر شورای نگهبان برسد که آیا خلاف شرع هست یا نیست و این مورد در این اصل منعکس نشده. یعنی حالا این انتخابات معمولی دیگه، یعنی یه بار در واقع انتخابات صورت بگیره، بعد یه حالت تنفیذ مانندی هم هست که مثلا رهبر تایید میکنه. اینها میگن که اومدیم اگر یک چیزی به رفراندوم گذاشته شد این بایستی که مورد تایید قرار بگیره مجددا توسط شورای نگهبان. حتما دارن میگن که اومدیم مردم یه رأی دادن که شورای نگهبان نخواست. نمیدونم چه سناریوی دیگه‌ای رویشون میتونن متصور شده باشن. به هر حال این هم موضع آقای مکارم شیرازی که گفتم در بسیاری مواضع معتدلی داشتن و این در اینجا به نظر نمیرسه. آقای کیاوش یه سوالی میکنن. این سوال از اتفاق خیلی جالبه. ایشون میگن که رئیس جمهور چه کسی کاندیدا میکنه؟ اگه شورای نگهبان کاندیدا میکنه پس نظارت در آنجا به معنی موافقت یا مخالفت معنی نداره. خب پس در نظر داشته باشین اصلا اون کسانی که داشتن به این اصل رأی میدادن هنوز اولا که در فکر انتخابات مجلس هنوز نبودن، 1-2 نفر پیشنهاد دادن، ولی این اصل در مورد انتخابات ریاست جمهوری و رفراندوم بود. در مورد ریاست جمهوری که اصلا هنوز معلوم نبود کی داره قراره که کاندید تعیین بکنه. همین افراد 10 روز بعد، ببینید این مذاکرات چندم انجام شد، 9 مهر 1158. خب اصل 110 که من مواردی از اون رو برای شما خوندم، اون بند 9 من هفته بعد براتون خواهم خوند، بحثش 21 مهر بوده و 22 مهر به صورت مشروط تصویب شد. یعنی 10 روز بعدش همین افراد نشستن و همون حرفا رو در مورد انتخابات ریاست جمهوری زدن که آره نمیدونم رهبر بایستی لیست بده، نمیدونم شورای رهبری بایستی لیست بده، نمیدونم مراجع بایستی تایید بکن. همین افراد بودن. اون موقعی که این بحث 99 انجام میشد هنوز اون بحث انجام نشده بود. خب و حالا حتی شما خیلی اینقدر اصرار دارین که ما ببینیم ذهنیت واضحان قانون اساسی چی بود و کسی تو این فکر تو چه فکری بود. فکرشون اینه. این آقای کیاوش میگن که اگر شورای نگهبان کاندیدا میکند پس نظارت در آنجا به معنی موافقت یا مخالفت معنی ندارد. ببینید نظارت به معنی موافقت یا مخالفت. خب یعنی صحبت این نیست که نظارت به معنی اطمینان از تقلب از اینکه سالم بودن انتخابات. خب نظارت به معنی موافقت و مخالفت. ایشون میگن که اگه شورای نگهبان قراره که خودش کاندیدا بکنه رئیس جمهور رو، که خودش که نمیتونه بیاد در این مرحله رسیدگی بکنه، پس ببینین نگین که اینها منظورشون نظارت استثبابی نبوده. خب این هم آقای کیاوش حتی جوابی که آقای بهشتی به ایشون میدن، در جواب نمیگن که این تفسیری که از نظارت داری اشتباهه و این نظارت به معنی موافقت و مخالفت نیست. ایشون میگن که شورای نگهبان هیچ وقت نمیتواند کاندیدا تعیین بکنه، که درست هم هست. عرض شود که حالا یک صحبت، من همه اینا رو دارم خلاصه میکنم. آقای ربانی املشی و آقای بهشتی یک صحبت‌هایی دارن در مورد اینکه در فقدان شورای نگهبان چه جوری انتخابات ریاست جمهوری یا رفراندوم داشته باشیم. بعد آقای ربانی املشی میگن که شورای نگهبان بعد از رفراندوم هم دوباره نظر بده. همون صحبتی که آقای مکارم شیرازی داشتن. اینو جمله رو بخونم. مطلب دوم این است که بعضی از آقایان معتقدند ذیل این اصل باید حذف شود. صحیح نیست، زیرا وقتی که رفراندوم انجام گرفت همانطوری که شورای نگهبان باید درباره مصوبات مجلس شورای ملی نظر بدهد. جمله خیلی خوبی هم نیست به هر حال، ولی به هر حال نظر صحبت ایشون اینه که بعد از اینم که انتخابات رفراندوم تموم شد، شورای نگهبان دوباره بایستی تاییدش بکنه.
عرض شود که بعد آقای املشی ادامه میدن، میگن که خوب است که اینطور نوشته شود: درخواست مراجعه به آرای عمومی باید برای احراز عدم مخالفت رفراندوم با موازین اسلام و قانون اساسی قبلاً به شورای نگهبان فرستاده شود. خب ببینین چند نفرها، خب اینایی که بعداً در سالهای بعد نشستن گفتن نه ما خودمون اونجا بودیم، بذارین ما بهتون بگیم چی بود، گفتن به شما که اصلا دغدغه اینها در واقع چیز نبود، این مسئله تقلب و اینها نبود. دغدغه اصلی اون کسایی که حداقل اومدن صحبت کردن این بود که آقا شورای نگهبان رو دور نزنیم، بایپاس نشه شورای نگهبان. مجلس اگه خواست مثلا فلان قانون رو تصویب بکنه و میدونست که این قانون از صافی شورای نگهبان نمیگذره، صاف نره سراغ مردم. یا رئیس جمهور اگه خواست یه چیزی رو تصویب بکنه، یک قانونی رو در واقع اجرا بکنه و میدونست که این قانون حالا گیر داره، گیر شرعی داره یا گیر فلان داره، اینو نره صاف سراغ مردم، این رو بایستی برن از صافی اول شورای نگهبان تایید بکنه. خیلی‌ها که گفتن تازه تایید که کرد، مردم انتخاب دادن، تازه بعدش هم شورای نگهبان بیا تایید بکنه مجددا. حالا آقای آیت رو که بگذاریم که قبل از انتخابات هم میگفتش که اول شورای نگهبان تایید بکنه، بعد شورای رهبری انجام بشه، بعد از اینکه انتخابات انجام شد تازه دوباره نمیدونم فلان اتفاق انجام بشه تایید بکنه. خلاصه عرض شود که میرسیم به کجاییم الان؟ به صحبت آقای مکارم شیراز. اینو خوندم فکر کنم، بله ربانی املشی رو خوندم. بله خوندم. عرض شود که میرسیم به صحبت یک نفر از اتفاق اینجا صحبت از خیلی مشخص در مورد تقلب صحبت کرد. اون هم آقای صبحانی نامی بود، ایشون رو نمیشناسم ولی آقای صبحانی نامی اومد گفتش که در واقع این وظیفه، اگه ما منظورمون از تقلب از نظارت اینه که مثلا به تقلب و اینا رسیدگی بشه، این واقعا در شأن شورای نگهبان نیست. اون شورای نگهبان کارشون چیز دیگه است. ایشون گفته که شورای نگهبان کارشناسان احکام اسلام یا کارشناسان تطبیق قوانین مصوب با قانون اساسی هستند که آیا تطبیق میکنند یا نمیکنند، و آدمی که مغزش، عقلش، فکرش کارشناس تطابق مصوب مجلس شورای اسلامی، ببخشید اینجاش یه تیکش افتاده، شورای ملی قانون اساسی است، گماردن این افراد بر اینکه بر انتخابات رئیس جمهور و یا رفراندوم نظارت کند که تقلب نشود، آیا این کار از آنها برمیآید که بر دوششون میگذاریم. ببینید حتی یک نفر حالا اومده مشخصا در مورد تقلب داره صحبت میکنه، این فردم داره میگه که حالا شاید شورای نگهبان خیلی مناسب نباشه، چون کار شورای نگهبان این تطابق دادن، مطابقت دادن مسائل با موضوعات شرعیه و اینکه آیا فلان موضوع با شرع مبین میخونه یا نمیخونه. و این هم بگم هم به هیچ وجه اینطور نبود که تقلب و اینها در فکر تدوین کنندگان و مؤسسان قانون اساسی نبوده، این موضوع هم درست نیست، بوده. ولی میخوام بگم دغدغه اصلیشون اون صحبت هایی که کردن که این همه بهش اشاره میشه، این همه بهش رفرنس داده میشه، ما چیزی در ارتباط با اینکه حالا چیکار کنیم از تقلب جلوگیری بشه اینها تو اصل 99 نمیبینیم. خب بعد حالا یه آقایی به اسم آقای حسینی هاشمی میان پیشنهاد میدن، میگن پیشنهاد من این است که این اصل به کمیسیون برگردانیم و تکمیلش کنیم، که آقای بهشتی هم به همون ترتیبی که خدمتتون عرض کردم میان تایید میکنن، میگن بله آقا این بذارید چون لازمه دوباره میخونم. اصولا پیداست که در مورد این اصل نکات متعددی وجود دارد که باید با بحث کاملتر در جلسه مشترک گروه ها مجددا تنظیم شود، زیرا این اصل در گروه مشترک مورد بررسی قرار نگرفته فلان فلان فلان. بعدم که آقای ربانی املشی میگن سرراسته، ایشون میگن خیر سرراست نیست، اما نکات مبهمی وجود داره. پس این بحث جمع میشه، نه رأی استمزاجی در موردش گرفته میشه نه هیچی، این بحث جمع میشه. خب یک بحث ناقصه، هیچی تو این بحث نیست در ارتباط با انتخاب، اصلا نرسیدن به انتخابات عرض حضورتون که ریاست جمهوری. این بحثایی که در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری انجام شد در چارچوب اصل 110، اگه واقعا میخواین ذهنیت واضحان قانون اساسی رو بدونید، خب اونجا رو نگاه بکنید، میبینید چرا راه دور میریم. تو خود قانون اساسی اومد، تو خود قانون اساسی نظارت شورای نگهبان بر عرض شود حضورتون که این مسئله انتخابات ریاست جمهوری مشخصا اومد، اصل 110 بند 9. بعد هم که
این تاریخ ها رو من میخوام خدمتتون عرض بکنم. این اصل 99 نهم مهر بود، این صحبت ها نهم مهر سال 58. بحث هایی که در چارچوب اصل 110 بند 9 انجام گرفت، تازه بحث های دیگه شو که چند روز قبلش بود بذاریم کنار، در مورد عزل و فرماندهی کل قوا که در چارچوب اونها هم مسئله در واقع نقش شورای نگهبان در ارتباط با تایید نه فقط شورای نگهبان بلکه مسئله 2 مرحله‌ای شدن انتخابات، همونطور که در ویدیوی قبلی گفتم مطرح بود. اون بحث در 21 مهر انجام شد و 22 مهر به صورت مشروط تصویب شد. یعنی در فاصله 10 روز همین کسانی که به حال در اینجا بودن، همین اسمایی که در اینجا دیدین کم و بیش در اونجا اومدن صحبت کردن و گفتن که آره ما می‌خوایم انتخابات 2 مرحله‌ای باشه و اونم چه 2 مرحله‌ای بودنی، میگفتن خود رهبر بیاد چیز بکنه، خود رهبر بیاد در واقع لیست بده یا شورای رهبری بیاد لیست بده. حالا این ذهنیت واضحان قانون اساسی همین بود. تفسیری که از نمیگم تقلب اینا منظورشون نبوده ها، نمیگم که اصلا اینو نمیگم، ولی دغدغه اصلیشون ما فقط یک چیز کوچیکی رو میبینیم از در ارتباط با اصل 99، چون یک بحثی است که ناقص ول شد رفتش تو کمیسیون‌های خصوصی و در کمیسیون خصوصی برگشت. وقتی هم که برگشت ذیل اصل حذف شده بود، به صدر اصل کلمه مجلس هم اضافه شد که در واقع این شد. بذارید براتون بخونم. شد اصل مصوب سال 58 شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی رو بر عهده داره. خب بذارین من برم. خب اصل 110 رو که یادتونه، اصل 110 رو یادتونه، من 2-3 بار خوندم ولی جا داره اصل 110 رو یک بار دیگه بند 9 رو برای شما بخونم که یادتون باشه که نهایتاً وقتی که به حال مورد بحث قرار گرفت، نه تنها چه چیزی مورد بحث قرار گرفت بلکه چه چیزی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری اومد در خود قانون اساسی. اصل 110 بند 9 میگه که امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون میآید باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره اول به تایید رهبری برسد. خب به حال مشخصا داره صحبت از نظارت استثبابی میکنه و گرچه یک از کلمه استثبابی استفاده نمیشه. آقای منتظری، اینو بگم که این اصل 110 همونطور که گفتم واقعا اشاره هایی که بهش میشه تک و توکه، خیلی به ندرت اگر کسی اصلاح طلبها اشاره بکنن خیلی خیلی تک و توکه. یک مورد رو من پیدا کردم، آقای منتظری میان در واقع به این امر اشاره میکنن بعد از اینکه میگن آره هدف از اصل 99 جلوگیری از تقلب بود و اینها، ایشون میگن که هرچند بر حسب بند 9 اصل 110 تشخیص صلاحیت در خصوص داوطلب ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده، ولی این امر غیر از نظارت بر انتخابات است که در اصل 99 ذکر شده. این معنی میده برای شما؟ واقعا معنی میده. ببینید شورای نگهبان 3 تا وظیفه داره: حق وتو، حق تفسیر قانون اساسی و حق همین نظارت. خب خارج از این 3 تا وظیفه که وظیفه دیگه ای نداره. این وظایف هم در بین بندهای 91 تا 99 قانون اساسی اومد. قبول؟ 3 تا وظیفه داره. حالا واقعا شما فکر میکنین که یهویی در اون هم در بند فلان اصل یک چیزی اضافه شده، یهو یک وظیفه به این سنگینی در فلان اصل به عنوان یک وظیفه 4 اضافه شده در اون اصل؟ میشه همچین چیزی؟ آیا اینقدر هپلی هپو بوده؟ آیا اینقدر شلخته بودن؟ من واقعا فکر نمی کنم که بازان قانون اساسی اینقدر شلخته باشن که بیان در اون جایی که بایستی وظایف تعیین بشه یه همچین وظیفه مهمی رو جا بندازن، بعدن هم اضافه نکنن، بعدن بیان در چارچوب اصل فرض که نه واقعا اصل 110 که وظایف رهبریه، اختیارات و وظایف رهبریه، اون هم نه در خود، اون هم در یکی از بنداش، در بند مثلا 9 اون هم بندی که مربوط به شورای نگهبان، بند مربوط به تنفیذ، در قسمت تنفیذ یعنی یه گوشه تو قانون اساسی یک چیزی بگنجونن که مربوط میشه به یکی از وظایف اصلی شورای نگهبان. نه اینطور نیست، این قدم بی سر و سامان نیست این قانون اساسی. ببینید اون چیزی که در 3 تا وظیفه داره شورای نگهبان، قبوله؟
این سه تا هر چیز دیگه‌ای که تو قانون اساسی بهش اشاره میشه در جاهای دیگه اگر اشاره‌ای هست به شورای نگهبان در واقع زیر مجموعه این هاست. خب این چیزی که در اصل 110 اومده که شورای نگهبان میتونه تایید صلاحیت بکنه زیر مجموعه کدومشه؟ آیا زیر مجموعه حق وتوه؟ نه، اصلا ربطی به مصوبات مجلس نداره. آیا زیر مجموعه تفسیر قانون اساسیه؟ نه، زیر مجموعه نظارت دیگه. خب این هم از این. حالا ایشون بازم یه جمله دیگه هم از ایشون بخونم. ایشون میگن که در ارتباط به اصل 99 میگن که این آقای منتظری اینو میفرمایند، میگن لذا در اصل مذکور یعنی اصل 99 تعبیر شده است به نظارت بر انتخابات نه نظارت بر کاندیداها و شناخت آنان. خب این هم از اون حرفاست که ببینین اصل 99 من برای اینکه یه بار دوباره در ذهنتون تازه باشه یه بار دیگه براتون میخونم. اصل مصوبه سال 58: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رئیس جمهور، انتخابات مجلس شورای ملی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی رو بر عهده داره. یعنی در واقع گفتش که 2 تا انتخابات رو شورای نگهبان روش نظارت داره و یه دونه رفراندوم. کلمه نظارت رو یک بار استفاده کرده و در ارتباط با انتخابات. در مورد رفراندوم استفاده نکرده و در واقع فکر می‌کنم میگن حذف به قرینه حذف کرده. خب ولی در واقع در میگه که شورای نگهبان بر انتخابات‌های ریاست جمهوری و مجلس نظارت داره و شورای نگهبان نظارت داره بر رفراندوم. قبوله؟ همونقدر که بر انتخابات رئیس جمهور نظارت داره بر انتخابات رفراندوم هم نظارت داره. قبوله؟ خب ما دیدیم اگه ما بخوایم همین منطقی که آقای منتظری استفاده کردن همین رو در مورد رفراندوم بخوایم اعمال بکنیم چی میشه؟ میتونیم بگیم که خب این توی این اصل گفته که نظارت بر رفراندوم، نگفته نظارت بر اون ماده ها، نگفته نظارت بر مرحله پیش از رفراندوم، نگفته نظارت بر این که اصلا میشه هیچ فلان چیزو به اصل فلان چیزو اصلا میشه به رفراندوم گذاشت یا نه. میتونیم همچین اصلا نظری داشته باشیم. من این همین 5-6 صفحه که برای شما خوندم آیا واقعا میشه همچین تفسیری؟ دقیقاً عکسشه. مشخصا همشون اومدن گفتن که آقا مواظب باشین و این اول این هر کاری که میخوایم بکنین، هر چی که میخوایم بدین مثلا مردم رأی بدن، قبلش مواظب باشین بره شورای نگهبان تایید بشه از نظر شرعیات و از نظر انطباق با قانون اساسی. خب پس این هم صحیح نیست. یه نکته دیگه، ببخشید نمیخواستم اینجوری بگم، یه نکته دیگه رو من عرض میکنم و دیگه عرایضمو خاتمه میدم. ببینید این اصلی که برای شما خوندم اشاره داشت به چی؟ گفتش که شورای نگهبان نظارت داره بر انتخابات مجلس، انتخابات رئیس جمهور و رفراندوم. قبوله؟ 3 تا چیز. خب چرا خبرگان رو نذاشتن اون تو؟ سوال دیگه، شما مگه نمیگین که اینا همه صبح از خواب بیدار میشدن میگفتن ما چیکار بکنیم که نمیدونم تقلب نشه، همه دغدغه و نگرانشون تقلب بوده، به خاطر همین اینو گذاشت. خب ببینم تو انتخابات خبرگان نمیشه تقلب بشه؟ نمیشه واقعا، خدا وکیلیش نمیشه. تو همون خبرگانی که این آقایون درش حضور داشتن در سال 58 کلی حرف و حدیث بود در مورد اینکه یه عده‌ای میگفتن، حالا راست و دروغش من نمیدونم ولی میدونم به هر حال بود دیگه، بحث شده بود که آره تقلب شده. خب حالا فرض کنیم که با صحت کامل انجام شده ها، ولی به هر حال ادعا در حد ادعا مطرح بود. پس تو انتخابات خبرگان هم میشه در ارتباط به اون همچین چیزی اتفاق بیفته. بعدش هم انتخابات خبرگان که همیشه که نه، خیلی وقتا همزمان با انتخابات دیگه صورت میگیره. همون سال 2016 که خدمتتون عرض کردم همزمان با انتخابات مجلس بودش. چی می‌خوایم مثلا قرار بوده مجلس شورای نگهبان بیاد مثلا مردم که رأی میدن فقط به انتخابات بگن آقا وقتی که دارید به مجلس شورای ملی رأی میدید من نظارت میکنم، اما اگه بعدش که می‌خوای مثلا پایین این کاغذ رأی می‌خوای به خبرگان رأی بدی من نظارت نمی‌کنم. میشه واقعا همچین چیزی؟ خدا وکیلیش میشه همچین چیزی؟ چرا خبرگان رو نذاشتن؟ دلیل داره. دلیلشو ننوشتن، نمیان بگن که، ولی میشه حد زد دیگه.
خبرگان قانون اساسی اومد خودشو گذاشت تو قانون اساسی به اسم خبرگان رهبری. میدونستن که به خصوص روحانیونی که اونجا بودن میدونستن که همونها قراره کم و بیش انتخاب بشن به خبرگان رهبری، که شدن، هم چند سال بعدش شدن. خب اینا نمیخواستن یه دربون اون جلو باشه بگه آقا تو میای تو نمیای. احتمال البته حدسه، ولی خب یه حدسیه که میشه دیگه. من دلیل دیگه ای نمیتونم براش پیدا بکنم. اگه میخواستن در انتخابات خبرگان تخلف نشه، ببینم نگران انتخابات خبرگان نبودن؟ میشه آخه همچین چیزی؟ بعدن که در سال 68 در شورای بازنگری قانون اساسی مسئله انتخابات اضافه کردن خبرگان به اصل 99 اضافه شد، بیان خودتون نگاه کنین چی گفتن. در اون زمان میگفتن که آقا چون دیگه در اون زمان اصلا شورای نگهبان و اینها در یه فکرایی بودن که بعداً هم اجرا کردن که اصلا بیایم. من تو اون ویدیویی که در مورد خبرگان تهیه کردم خدمتتون عرض کردم که تو فکر این بودن که اصلا تو همون اصل 108 بذاریم که هر کسی که میاد بایستی مجتهد باشه. بعد حالا صحبت بود که حالا اول مجتهد نمیدونم متجزی باشه، مجتهد مطلق باشه، این باشه اون باشه. یه صحبتایی بود که البته نیاوردن در اصل 108 ولی صحبتش بود. حالا در اون زمان وقتی که این اضافه به اونم میرسیم جداگانه، من اصلا یه برنامه‌ای میخوام بذارم در ارتباط با اون. در اون زمان وقتی که اومدن و اضافه میخواستن بکنن خبرگان رو و تحت نظارت شورای نگهبان در بیارن، خودشون میومدن میگفتن آقا با وجودی که ما یکی دو نفر دارم، من نقل قول هاشون رو نمیدونم، یه نفرش آورد، یکیشون گفتش که با وجودی که در شأن خبرگان نیست ما این کارو میکنیم. خب اگه منظور تخلف در انتخاباتی که ربطی به شأن خبرگان نداره، خب طبیعتاً افرادی که در خبرگان هستن اینها به هر حال از نظر شأن بالا رتبه ترین افرادی هستن که به هر حال جزء بالاترین رتبه ترین افرادی هستن که در نظام هستن. ولی تقلب که شأن اون متقلبین رو داره نشون میده، شأن خود خبرگان که نشون نمیده. که اینو گفتن با وجودی که ما نمیخوایم که در شأن خبرگان نیست ولی اینو اضافه میکنیم. من حالا این جملهشو وقتی به اون بحث رسیدیم براتون میارم. یه جمله دیگه رو اینجا دم دست دارم خدمتتون میخونم. آقای نجف قلی حبیبی، ایشون وقتی که قرار بود که این خبرگان اضافه بشه به اصل 99 سالها بعد در سال 68 ایشون فرمودن این جملهشون در مورد اینکه صلاحیت مجلس خبرگان رو گفتن به عهده فقهای شورای نگهبان، لابد چاره دیگری نیست و الا یک کمی حالت دوری مشاهده می شود که اینا خبرگان رو انتخاب میکنن، خبرگان رهبری را و رهبری فقهای شورای نگهبان را. در عین حال من حالا فعلا چیزی به نظرم نرسیده که این مسئله را بشود حل کرد. خب ایشون در واقع دارن صحبت از تقلب میکنن اینجا در سال 68 وقتی میخواد خبرگان اضافه بشه به قانون به اصل 99. میگن که حالا ما حواسمون نبود که اینم ممکن تقلب بشه، اینو گفتنش. نه، ایشون دارن وقتی که میگن که حالا یه حالت دوری وجود داره که خبرگان رهبر رو تعیین میکنه، رهبر شورای نگهبان تعیین میکنه، شورای نگهبان در واقع خبرگان رو رصد میکنه، یه جوری نباشه که در واقع یک دایره مخوف اینجا به وجود بیاد. ولی اینجا در واقع صحبت از تقلب انتخابات نیست. پس به هر حال من به اون صحبت‌ها که رسیدیم مفصل‌تر صحبت می‌کنم. ویدیوی بعدی در ارتباط با اصل 110 قانون اساسی خواهد بود. خیلی متشکرم که این وقت رو با ما صرف کردید.